یه ایران یه نادر. آره. شما اگر بدونی بعد از 50مین شکستتون موفق میشید چه جوری مشتاقین که شکست بخورید پشت سر هم؟ اکثر مردم دنبال محتوای زردن. رسالت هم چیه؟ من برای چی به این دنیا اومدم؟ برای چی زاده شدی؟ مسیری که قراره برای من باشه با همه مسیرهای دیگه متفاوته. تبدیل شدن مقصد اصلیه. به سطح آگاهی من اضافه میکنه اون من برتره، خود منم. خدا قابل اثبات نیست. گفتگو و ارتباط اصلا داشته ای نمیخواد. من لازم نیست چیزی داشته باشم. من فقط باید سعی کنم تو رو بشنوم. من چه میدونم اصلا؟ خب بگو. خیلی آدم عمیقیه. عمیق یعنی چی؟ خود واژه عمیق به نظر من خیلی عمیقه. اصلا یکی از دغدغه‌های من در بلندفکران همینه که ما بتونیم کلمات رو تعریف کنیم. دغدغه‌های همسن و سالای ماها چیه؟ که چرا دوست پسرم دیر جواب داد. الان دوست پسر شما چه جوری باشه عمیقه. اسم چنلتون چی بود؟ بلندفکران. بلندفکران.